سونیک فرانتیرز بازی بود که بعد مدت کل سری رو نجات داد و با استقبال خوبی از طرف سونیک فن مواجه شد. این بازی تو کل سری بازی بود که خدای نوآوری‌های عجیب بود و تا همه ارزش هم تو یک سری چیزهای حرف اولو میزنه که پشماتون میریزه. فقط قبلش یادتون نره که چنل رو ساب کنید، ویدیو ما رو لایک کنید و زنگوله بی پدر کنارش رو هم بزنید تا وقتی ویدیو رو گذاشتیم پاشید بیاید ویدیو ما رو ببینید. حالا یه جون میگم چه گور خاصه. این بازی هم نوآوری داشت هم نکات جذاب و باحال. از نوآوری‌هاش میتونه به اوپن زون بودن بازی، باس فایت‌های جدید و ابیلیتی‌هایی که در دسترسمون قرار دادن اشاره کنیم. انمی‌های بازی هم طوری طراحی شده بودن که به جو بازی بخورن و واقعا هم تو این مورد گل کاشتن. و شما هم بعد از ابیلیتی‌هایی که آنلاک می‌کردی برای شکست دادنشون استفاده می‌کردی، برای مثال سایلو و وایلد اتک. تو این مورد هم خیلی خوب عمل کردن و یه چیزی که توجه منو خیلی به خودش جلب کرد پلی تایم بازی بود که واقعا طولانی بود. من خودم واسه اولین بار تو 27 فاکینگ ساعت تمومش کردم و واقعا دهنم سرویس شد. اما اگه بدونید باید چه غلطی بکنین این کار تو 12 ساعت در میاد، البته حداقل. سگا تو تنها چیزی که هیچ وقت ندیده ساوندترک های بازی بودن که واقعا محشر بودن. از سال 1991 بگیر تا الان. این مورد تو بازی سونیک فرانتیرز کمی فرق کرد چون دقیقاً مثل انمیا ساوندترک ها هم به بازی میخوردن و واقعا جای ایراد گرفتن نداشتن. از آهنگ منوی بازی بگیر تا باس فایتاش همه خدا بودن. نکته‌ای که هست اگه شما 24 تو سوشال میدیا پلاس باشید قطعا ویدئویی رو دیدید که تاپ 5 ساوندترک های سونیک توش هست که یکی از اونها حتما از بازی سونیک فرانتیرزه و معمولا آهنگ فایند یور فلیمه. این ساوندترک انقدر سر زبون افتاد و انقدر دوستش داشتن که فنا یه نسخه ریمیکس ساختن که حتی از نسخه اصلی هم بهتر بود، البته به عنوان یک ریمیکس. خب حالا فهمیدین که چرا میگم ساوندترک های بازی انقدر خوبه؟ تو این بازی برعکس تمام بازی‌های سری سگا کلا فرم آهنگا رو عوض کرده. یعنی قبل از تولید ساوندترک سگا اینطوری بوده که میخوام سوپر کنم، محشر کنم،
و برعکس چیزی که فکر میکردیم هم بد نشد هم خیلی محشر شد به طور خیلی عجیبی. کلا بازی 3 نوع مدل ساوندترک متفاوت داره. نوع اول سبک پست کلاسیکاله که برای اوپن زون استفاده شد. نوع دوم سبک تکنو و درامه که برای سایبر اسپیس استفاده شد. نوع سوم سبک متال و راکه که برای باس فایت‌ها استفاده میشد که فرانتیرز و همین ساوندترک‌های باس فایتاش معروفه. تا اینجا خوب بود، ولی از این بعد باید بشینیم بزنیم. بازی سری مشکلات تو مخ داره که بازم از سر عجول بودنه. برای مثال اجسام دیسیپیر میشن و دوباره میان و همین انجام مأموریت‌های بازی رو کمی سخت میکنه، مخصوصا هورایزن تیلز. دوم، کل مأموریت‌های همه آیسلندها یکی ان و شما تو همشون باید کارهایی رو که تو آیسلند قبلی میکردی و دوباره بکنی. آقای سگا لطفاً با ذهنیت‌های خستگی داری برای ما بازی نساز. تشکر. حالا یه موردی، این بازی با هجانگ انجین 2 ساخته شده مثل بازی شادو جنریشنز، فورسز و سوپر استارز. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که وقتی تو سایبر اسپیس هستی بازی دقیقاً همون جوریه که تو اوپن زون بوده و خیلی مدار حرکتی گسترده‌ای داری که اصلاً خوب نیست، مخصوصا برای سونیک که گیم پلی سریعی داره. بذارید سونیک جنریشنز رو مثال بزنم. سرعت بازی خیلی بالاست و این چیزیه که بازی سونیک بهش نیاز داره، ولی در کل بازی خوبیه و ارزش بازی کردن رو داره با اینکه 4 سال از انتشارش میگذره. ولی قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم میتونین از لینکی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتیم وارد گپ و کانال تلگرامی ما شید. همین واقعا چیزی برای گفتن نمیمونه فعلا.